خیلی رمزی است و باعث افتخار است که در روزهای تجلیل جشن روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دسته منتخب سامبوچان مملکت در چمپیونات جهان که طول چند روز در شهر توشکان ادامه داشت با گرفتن 3 مدال کامیاب گردیدند. بعد اشتراک با موفقیت و دریافت 3 مدال، 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنجی در چمپیونات جهان که در شهر توشکند جمهوری ازبکستان روزهای 12-14 نوامبر سال روان برگزار گردید، دسته منتخب سامبوچان تاجیکستان به وطن برگشتند. در مراسم استقبال ورزشگران، مسئولین کمیته کار با جوان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته ملی المپیک کشور، فدراسیون سامبوی مملکت، مربیان شناخته کشور، دوستداران ورزش و دانشجویان دانشگاه تربیت جسمانی تاجیکستان با گلدسته‌ها پیشواز گرفتند. اکمالالدین کریمов پهلوان معروف تاجیک بار اول با عنوان چمپیون جهان اومد به گوشن طرز سامبو مشرف شد. در وزن تا 58 کیلو هنری والا نشان داده و گرفتن عنوان چمپیون جهان کامیاب گردید و با بلندترین قله ورزشی جهان راه یافته تاجیکستان عزیز را به جهانیان معرفی کرد. او در آزمایش نهایی ورزشگر از روسیه سایان خرتک را شکست داده به عنوان اولی چمپیون جهان سرفراز گردید. این باز یک دستاورد و ارمغان بی‌نظیر نوبتی زمان صاحب استقلالی مردم شرفمند تاجیک می باشد. از موفقیت و مظفریت ورزشگران تاجیک اکمالالدین کریم و خوشقدم خسرو ضمن اشتراک در این مسابقات جهانی و در این راستا برافراخته شدن پرچم جمهوری تاجیکستان و صدا دادن سرود ملی به افتخار این دستاوردی بزرگ کل مردمی مملکت احساس سربلندی نموده افتخار از فرزندان شهرتمند دیار میکنند. در این چمپیونات جهان بهترین ورزشگرای دنیا جمع آمده بودند و خوشبختانه 3 غلبه به دست آوردند و در آخری فینالی با پهلوان قهرمان جهان، پهلوان پرقوت روس سایان خرتک آزمایش کردند و خوشبختانه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال طلا گشتند و پرچم تاجیکستان عزیز خود را در عرصه بین‌المللی بلند برداشتند. وقتی که من آخرین نیمه نهایی با ورزشگری روس یعنی میزبان همین نمود که بود، من او را با ترک 8-0 مغلوب نمودم و با آخرین نهایی برآمدم. من از خودم یعنی کمتر باوری سخت داشتم که من قهرمان دومبار قهرمان جهان میشم. خیلی که همین باوری و همین چی من بود که مرا یعنی نستروی که خودم رو کردن نتونستم و در آخرین نهایی باختم. این خطایی را من کوشش میکنم که در مسابقه آینده این خطایی را اصلاح نمایم. این قهرمان جهان جای سوم رو اشغال نمودیم و میخواستیم که پرچم تاجیکستان عزیزمون بلند رو برداریم، ولی متاسفانه جای سوم گرفتیم. سال آینده حرکت میکنیم به قله‌های بلندتر رسیم. ثمره استقلالیت و وحدت ملی و توجه غمخوری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان بخصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان است که در ظرف 30 سال استقلال دولتی ورزشگران تاجیک در سطح بین‌المللی شرف تاجیکستان را حمایت می‌نمایند و با افتخار غالبیت آنها پرچم مملکت پرافشان می‌گردند.